سلام دوستا به چینل ما خوش آمدید. ما آمدیم اینجا در قلعه مسلم، در زیارتگاه یا آرامگاه طواف علی. طواف علی رضی الله عنه است که اینجا خانم و شوهر است و دو پسرش است که آنها قدهایشان بسیار بینهایت بلند بود که آنها دو قاچ شدن و در اینجا دفن شدن که هر کدامشان 6 گز است که به نام زیارتگاه 6 گزا معروف است. دیگه ای در قلعه مسلم واقع است، در سر تپه در پشت قصر دولمان که قلعه مسلم واقع است. در اونجا آنها دفن شدن و سال تاسیسشان در 1402 بوده.